أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بحث و گفتگویمان در معدات اجتهاد رسیدیم به علم شریف اصول. کارکرد علم اصول رو جلسه گذشته مفصل بیان کردیم و نقشی که علم اصول در مسئله استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت رو بیان کردیم. اگر به طور خلاصه میخوام بگم و دوستان یادداشتم بفرمایید، به نظرم یک بیان خوبیه با این است که برای استنباط احکام از دو متن شریف کتاب و سنت بعد از احراز موضوع و جمع ادله مختلف در اون موضوع کاربرد علم اصول آن است که شخص مستنبط به کمک قواعد اصولی اولا ارتباط بین ادله را به دست می آورد و ثانیاً مدالیل ادله مرتبطه را کشف می کند و ثالثاً حکم شرعی را بیان می کند. عنایت بفرمایید این مراحلی که گفتیم، اولا شما باید یک موضوع داشته باشید. بله، موضوع باید داشته باشید، چون مستحضر است که حکم متفرع بر موضوعه. بله، گاهی اوقات این فلان مطلب از باب سالبه منتفی به انتفاع موضوعه، یعنی وقتی موضوع نباشد اصلا حکم معنا نداره. پس هر فقیهی به قصد استنباط حکم شرعی میخواد بره، قبل از هر چیزی باید موضوعی پیش روی او باشه. یکی روشنه دیگه. پس قدم اول وجود موضوع است. دو، ادله مختلف در اون موضوع واحد را گفتیم با چه کنه؟ جمع بکنه. پیرامون این موضوع مورد نظر ما چند تا آیه داریم، چند تا روایت داریم. درست شد؟ چند تا آیه داریم، چند تا روایت داریم. پس فقیه قبل از فحص از آیات و روایات حق اظهار نظر از حکم شرعی رو نداره. مثلا ما میخوام بگیم که آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب ام ولی ام لا. این وجوب یا عدم وجوب در درجه اول موضوع داریم که بحث نماز جمعه است. واجب ام لا حکمه.
دنبال حکم هستی برای این موضوع. پیش از این که ادله مختلفه مورد مربوط به این موضوع رو به دست بیاره، حق این که فقیه حکم بده نداره. پس باید آیات و روایاتی که مربوط به نماز جمعه است رو هم جمع کند. اونگاه ببیند که رابطه بین این ادله مختلفه چگونه رابطه‌ای هست. آیا رابطه عام و خاصه، باید یه جور معامله کنه، مطلق و مقید یه جور معامله بکنه، حاکم و محکوم یه جور باید، وارد و مورود یه جور باید معامله کنه، و یا نه رابطه بین این ادله مخالف رابطه تناقضه. بله، رابطه تناقضه. پس مرحله سوم بعد از جمع آوری ادله کشف میکند نوع رابطه بین ادله را. این بیان امروز من فکر کنم منطقی تر، روانتر. پس مرحله اول طرح موضوع، مرحله دوم جمع آوری ادله پیرامون این موضوع، مرحله سوم کشف نوع رابطه بین این ادله هست. درست شده؟ مرحله چهارم کشف مدالیل و معنای این ادله می باشد. خب وقتی رابطه عام و خاص بوده، آیه فیاض کدوم باید بگیریم؟ خاص رو. دقت کردید؟ باید خاص رو بگیریم. حالا وقتی نوع رابطه هم که مشخص شد و مدلول ادله هم معلوم شد، مرحله نهایی چیه؟ استنباط حکم شرعی باشد. دیگه اینجا خیال فقیه چیه؟ راحته که من بر اساس حجت شرعی این حکم را دادم. وقتی ازش سوالم بکنی که منبع این حکم شرعی چیست؟ ادله این حکم شرعی چیه؟ چون از قبل زحمت کشید دیگه. میگه نسبت به این موضوع این چند تا آیه داریم، این چند تا روایات. رابطه این آیات و روایات فرضاً رابطه عام و خاصه. مرحله دیگه، من چون خاص رو مقدم داشتم، مدلول این ادله میشه وجوب، پس من فتوا به چی میدم؟ وجوب میدم. به کار اصول میاد نوع رابطه ها رو کشف میکنن، چون عام و خاص کجا فرا گرفتیم؟ اصول. مطلق و مقید رو کجا بحث کردیم؟ تو اصول. پس اون قواعدی که از علم اصول به دست آوردیم نوع رابطه ادله رو به دست میاره. درست شد؟ مدالیل رو هم به دست برید، بعد حکم میدیم. این خلاصه مطالب جلسه گذشته. گفتیم چند تا مطلب هست به عنوان تتمه میخوایم عرض بکنیم که امروز بحث اصول رو هم بیان بکنیم. مطلب اول، اینم خوبه، آیا علم اصول ابزار است یا هدف؟ آیا علم اصول ابزار است یا هدف؟ پاسخ اینه، از مباحث گذشته روشن شد که علم اصول ابزاره، علم اصول هدف نیست. چرا؟ چون بحث میکند از قواعدی که اون قواعد ممهده میخواد به کار گرفته بشه برای استنباط حکم شرعی. پس اونی که هدف قصوا و هدف اصلی است استنباط حکم شرعی می باشه. پس علم اصول به ما کمک می کند در طریق استنباط حکم شرعی. پس علم اصول ابزار، علم اصول هدف نیست. بنابراین باید
به اون مقداری که به درد میخوره، فقیه باید ازش چی باشه؟ آگاهی داشته باشه. همانطور که قواعد ادبیات عرب ابزارون و آلتون برای استنباط حکم شرعی، علم اصول با همه ارزشی که داره یه علم ابزاریه، علم قائی نیست. علم قائی استنباط حکم شرعی می باشد. این یک نکته. یعنی بعضی افراد اینقدر گاهی اوقات این علم اصول رو میبرن بالا، خیال میکنن تمام عمر یک شخص با صرف بشه در مباحث علم اصول. نه بابا، تو یه هدف بالاتر داری. دقت کردید؟ هدف چیه؟ استنباط حکم شرعیه. بس اینا رو یاد بگیر. این آیین نامه رانندگیه، اما اصل رانندگی کردن جای دیگره. برای استنباط حکم شرعی باید از اینا استفاده بکن. نکته دوم که باز خیلی مهمه، اقوال و دیدگاه ها در باب علم اصول. یا ستقیق قبول کردیم که علم اصول ابزاره، علم اصول هدف نیست. حالا علم اصولی که ابزار است، آیا در استنباط حکم شرعی یک ابزار ممدوح و پذیرفته شده است یا نه یک ابزاری است که مورد قبول نیست؟ دقت فرمودید؟ آیا علم اصول به عنوان ابزار در استنباط حکم شرعی به کار گرفته می شود یا نه؟ به تعبیر سوم، آیا قواعد اصولی کاربردی هستند یا کاربردی نیستند؟ درست شد؟ شما فقیه چه نگاهی به علم اصول دارید؟ پیش از این که اقوال رو بیان بکنم، داخل پرانتز از باب مقدمه لازمه بدانیم وانیم که آیا اجتهاد مصطلح مختص به اصولیین است یا اخباری ها هم قائل به اجتهاد هستند؟ سوال جواب. آیا اجتهاد مختص حضرات اصولی است یا اخباری ها هم قائل به اجتهاد هستند؟ منتظر جواب. هر نوع اهل بیت تو روایت ها مشخص کرده باشن اینو میگیرن، ولی اون دیدگاهی که الان اصولیین دارن نه، ما اجتهاد رو یه معنی بیشتر نکردیم. استنباط حکم ملکه است که توان میدهد ما به کمک او استنباط بکنیم حکم شرعی رو. این اجتهاد مصطلح رو اخباری هم قبول دارد یا خیر؟ قبول دارد. بله؟ قبول دارد. بله. عنایت بفرمایید. همه علمای امامیه اعم از اصولی و اخباری اجتهاد رو قبول دارن، اما در توسعه و تضییق دایره اجتهاد با هم اختلاف دارن. بله؟ پس در توسعه و ضیق مسئله اجتهاد با هم اختلاف داره که توضیحش در اقوال می آید. بنابراین اگر همون ابتدا بگیم اخباری اجتهاد مصطلح را قبول ندارد، اصلا نقل اقوال معنی نخواهد داشت. پس نقل اقوال مختلفه فرع بر این است که بگیم اخباری هم اجتهاد رو
قبول داره. بارها تو همین جلسه گفتیم وقتی شما دنبال افتراق بین دو مسئله میری، افتراق فرع بر اشتراکه، یعنی دو چیز یه مابه الاشتراکی دارن، حالا دنبال مابه الامتیاز و دنبال مابه اختلاف بگردیم. و الا دو چیزی که با هم دیگه تباین تام دارن دیگه اونجا وجه اختلاف پیدا کردن معنی نداره. یعنی اگه امر دائر باشه بین نفی و اثبات دیگه بگیم مابه اختلافشون چیه؟ بگیم آقا مابه اختلاف کجا میدید؟ مابه اشتراک داشته باشن، هر دو مدعی اجتهادن، اخباری هم میگه اجتهاد، اصولی هم میگه اجتهاد. اجتهاد به همون معنایی که ما گفتیم، یعنی ملکه‌ای که به فقیه بله این توان رو میده از روی ادله حکم شرعی رو استنباط بکنه. این رو هم اخباری قبول دارد هم اصولی قبول دارد. پس این میشه ما به اشتراک. ما اعتقاد داریم که لا تنال و امور الرجال. نه اجازه بده. جناب اخباری آیا از روی قرآن و کتاب استنباط حکم شرعی نمیکنه؟ هر چی روایت باشه از معصومی از او داره استنباط میکنه دیگه. پس ایشون هم میگه من حکم شرعی اینه. میگیم حکم شرعی اینه از کجا؟ میگه این آیه دلالت بر این حکم میکند. این آیه که وجوب رو نگفته، آیه گفت اقمس صلات. اخباری به واسطه همون ملک اجتهادی که داره از این اقم وجوب رو استفاده میکنه. اونا میگن اینجا هرچی معصوم اینجا معصوم فرموده معناش اینه دیگه. از کنم که یه جایی که ما فقط آیه داریم معصوم نفرموده. اینا علاز میکنه مابه افتراقشون کجاست. پس مابه الاشتراک اینی که ما اجتهاد داریم، منتها اجتهاد به توسعه و زیغ می باشد که الان عرض میکنیم. اما اقوال در باب اصول فقه 3 دیدگاه وجود دارد. دیدگاه افراطی، 2 دیدگاه تفریطی، 3 دیدگاه حد وسط یا بفرمایید دیدگاه واقع بینانه. بله، افراط، تفریط، حد وسط، اسم دیگرش دیدگاه واقع بینانه. خب اما دیدگاه افراطی دیدگاه کسانی هست که بیش از حد به اصول ارزش میدهند و میگویند تمام مسائل و قواعد علم اصول در استنباط حکم شرعی نقش دارد. اعم از این که منبع کتاب و سنت باشد یا اجماع باشد یا عقل. خب اینا نگاه چیه؟ افراطیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما برخی از مباحث علم و اصول داریم بفرمایید نقشی در استنباط حکم شرعی ندارد، اما طبق نظر این نگاه افراطی
دارد. ولی که میگیم این مباحث تو علم اصول مطرح میشه، اما در استنباط یادداشت بفرمایید. مثلا تعاریف علم اصول، موضوع علم اصول، عمده مباحث الفاظ، اینها ثمره علمی دارند ولی ثمره عملی بفرمایید ندارد. خب ببینید همیشه سعی کنیم یه شعری بگوییم که تو قافیه‌اش گیر نکنیم. یه وقتی شعر رو براتون خوندم، میگه که شاعر چون به تنگ آید در قافیه به جفنگ بیاید. بله، یعنی وقتی مایه نداشته باشه شروع میکنه به جفنگ بازی کردن، یعنی هر حرفی رو میزنه. خب آقا هم اول یه حرفی بزن که بتونی پاش بیستی. چرا میگی علم اصول همه مباحثش به درد فقه میخوره، استنباط میخوره، که در بعضی جاها مسلماً ثمره عملی نداره. سوال، آیا این سوال مهمه، آیا نقش عملی نداشتن برخی مباحث علم اصول به معنای زائد و باطل بودن اون مباحث است؟ خب پیش از اینکه پاسخ بدم این سوال رو خوب تبیین کنم. خب برخی از این مسائل گفتید تو استنباط نقشی ندارم. آیا این مباحث حشو و زائده؟ یه عده از این در کن بله میگه از اینا باید از دامنه علم اصول چه بشن؟ پالایش بشن. بابا از این بار میگه نقلتید، دقت کردین؟ میگه چون نقش ندارد پس باید حذف بشه. علم اصول باید تلخیص بشه، علم اصول باید پالایش بشه. درست شد؟ جواب ما این است که گرچه برخی مباحث علم اصول در استنباط حکم شرعی نقش ندارد، ولی حشو و زائد نیست. به تعبیر دیگر این مسائل ثمره علمی دارد گرچه ثمره عملی ندارد. اینات که چه از کردم؟ خب تعریف علم اصول شما میکنید، موضوع علم اصول چیه و امثال اینها، گرچه ثمره عملی ندارد اما واقعا ثمره علمی ندارد. قطعا داره. بله، شما تعریف میکنید عام و خاص رو، مطلق و مقید رو، مباحث الفاظ رو بیان میکنید. موضوع علم چیست؟ صحیح و اعم، مشتق حقیقت در من تلبس بالحاص یا من قضا عنه تلبسه. خب شما اینا رو باید بدانی. دانستن اینها در جای دیگر به آدم کمک میکنن. پس کاربردی نبودن برخی مسائل علم اصول به معنای حشو و زائد و باطل بودن نیست. به تعبیر دیگر ثمره عملی ندارد اما ثمره علمی بفرمایید دارد. خب پس یک نگاه در علم اصول نگاه چیه؟ افراطیه. خیلی علم اصول میبره بالا. میگن از بای بسم الله تا تای تمت همه مباحث علم اصول به درد همیشه نگاه های افراطی ضربه میزنه.
دقت کردید؟ انسان نگاه افراطی نداشته باشه. این روایت پیغمبر رو در نصیحت به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی زیباست. یا علی هر وقتی دیدی که مستحبات داره ضربه به چی میزنه؟ واجبات میزنه، اون مستحبات رو ترک کن. عمل مستحب خوب یا بده؟ نه خیلی خوبه، اما تا کجا؟ دقت فرمودید؟ حد یقف داره، مقیده. گفته پیغمبره هر وقت نوافل ضربه به واجب بزند این نوافل رو چا کن؟ ترکش کن. اما از اون طرف به تفریدم نقلتی اصلا نوافل و مستحبات در زندگی ما حضور نداشته باشه. بگه اصلا نوافل چیه؟ ما به همون واجباتمون عمل کنیم بسه. این میشه نگاه تفرید. نه، نوافل به حد اعتدالش خوبه تا جایی که به واجب ضربه نزنه. خدا حفظ که استادی داشتیم در قم فرمود یه سری طلبه ها شنیدن که نماز شب آدم رو به مقام محمود میرسونه، 4 ساعت 3 ساعت قبل از اذان صبح بلند میشدن برای مقدمات و مؤخرات و خوندن نماز شب. صبح که میشده میامدن درس ای چرت میزدن. استاد داشت درس میگفت اینا میخوابیدن. دقت نمودید عذرشون چی بود؟ من دیشب 3 ساعت نمازه. این استاد ما میفرمود بابا نماز شب مستحب، درس واجبه. این داره ضربه میزنه به کی؟ واجب. طول نماز شب رو ترک کن. نماز شب 11 رکعت 11 دقیقه. خیلی میخواه حال بدی 2 تا 11 دقیقه 24 دقیقه. خیلی میخواه حال بدی بفهم نیم ساعت باشه 45 دقیقه باشه. ما 3 ساعت تو نماز شب چیکار میکنیم؟ دقت فرمودید؟ ما سیره بزرگان ما نگاه میکنیم همه چیشون حد اعتدال باشه. این نگاه افراطگرایانه تو همه زمینا با آدم ضربه میزنه. اما نگاه دوم نگاه تفریطی است که نگاه حضرات اخباری هاست. اینها معتقدند که علم اصول هیچ کاربرد و نقشی در استنباط حکم شرعی بفرمایید ندارد. مرحوم حضرت امام در کتاب شریف الوسائل خودشون، الوسائل نظریات اصولی حضرت امام، الوسائل جلد 2 صفحه 97 نسبت به هر دو دیدگاه کلام مذمت آمیز داره. آسه تقریب دیدگاه هم نگاه افراطی هم نگاه تفریدی. نسبت به این نگاه تفریدی میفرماد من انکر دخالت علم الاصول فی استنباط الاحکام فقط افرطه. بله، کسی که انکار کنه نقش داشتن علم اصول را در استنباط حکم شرعی کمی حضرات اخباری باشن فرمود نه اینا راه را اشتباه رفتن. یعنی در مواردی داریم که اگر مباحث اصولی و قواعد اصولی باشه دست شما در استنباط حکم شرعی چیه؟ کوتاست. درست شد؟ این برای رد فرمایش اخباری ها. اما از آن طرف فرمود ان کثرت اشتغال
بعض طلبة الاصول ان کثرت اشتغال بعض طلبة الاصول و نظر الیه استقلالا و توهم انه علم برأسه همینجور ادامه میدهد. امام میفرماید خبر ان کثرت اشتغال بعد طلبة الاصول غیر وجیه، غیر وجیه. درست شد؟ اینا موجه نیست. نگاه اینجوری هم به علم اصول خیلی بادش بکنیم که به آقا علم اصول بله تنها علمی است که میتواند برای استنباط حکم شرعی بخوره. حتی در ادامه ایشون میفرماید که به حدی میرسن و صرف العمر فی المباحث غیر المحتاج الیه فی الفقه لحاظ توهم فی طرف تفرید. دقت کردیم؟ میگه اصلا لازم نیست که ما علوم دیگر رو ما تنها علم که به درد ما میخوره علم اصول میباشد. اینو میفرماد غیر وجیه. اما نگاه اعتدالی و نگاه واقع بینانه، این دیدگاه معتقد است که باید از قواعد دخیل در استنباط حکم شرعی از مباحث اصول شخص فقیه آگاهی داشته باشد و از آن بهره بجوید. اما از قواعد غیر کاربردی بیگانه نباشد. چقدر خوبه؟ این نگاه اعتدالی است. بله اون مسائل و قواعد علم اصول که کاربردیه به تعبیری که از دید و این قواعد همیشه تو آستین مجتهد باید باشه. هر کجا از یکی از اون قواعد به تناسب اون موضوع چا کنه؟ استفاده بکنه. مسلح باید باشه. اما از مباحث دیگر که ثمره بفرمایید علمی دارد هم بیگانه نباشه. وقتی از او در رابطه با مشتق صحبت میکنه، بله آیا مشتق حقیقت در من تلبس بالحال است یا اعم است؟ وقتی از سوال آقا یعنی چی مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدأ است یا حتی من غذا انهد تلبس؟ اولا مقصود از مشتق چیه؟ آیا مشتق اصولی با مشتق نحوی فرق دارد یا ندارد؟ باید بدونه. آیا مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدأ؟ این من تلبس بالمبدأ یعنی چی؟ مقصود از مبدأ چیه؟ سه یا اعم از من تلبس بالمبدأ و من غذا انهد، این من غذا انهد تلبس چیه؟ این آقای فقیه این تازه این جملات به گوشش جمله نباشه. اینات فرمودید؟ اینجورم نباید باشه. حالا من اسم نمیخوام ببرم. یکی از بزرگان از شاگردان مرحوم صاحب جواهر
یه وقتی گفت که بین این دوتا دلیل بله حکومت است، دلیل دوم حکومت دارد بر دلیل اول. بغل دست شیخ انصاری داشت گفت من حکومت، مقصود از حکومت چیه؟ گاه تازه به گوش ایشون رسید که گاهی قد بین دو تا دلیل نسبت چیه؟ حکومت. مقصود از حکومت چیه که صاحب جوال میگه؟ شیخ انصاری بنده خدا مقدمات رو خوب نخونده، شوخی کرد، گفت حداقل 4 ماه بیا درس من بنشین تا بهت بگم حکومت چیه، حاکم کیه، محکوم کیه، اقسام حکومت کدامه. و او هم انصاف داشت، رفت شاگرد شیخ انصاری شد. پس ما بیگانه از این مسائل هم نباشیم. این نگاه واقعی بینانه و اعتدالی در رابطه با مباحث خدمتتون که اصولی بود. سوال سوم، اگر هر دو گروه اخباری و اصولی اجتهاد را قبول دارند، که مقصود از اجتهاد، این مهمه، این کلمه میخوام برسید، که مقصود از اجتهاد تحصیل حجت است بر حکم شرعی. پس اختلاف این دو گروه در چیست؟ بشه شد؟ هر دو گروه گفتیم اجتهاد رو قبول دارن. جناب اخباری هم میگه من برای حکم شرعی با چی باشم؟ حجت داشته باشم. تحصیل الحجه علی الحکم شرعی. جناب اصولی هم میگه مجتهد برای استنباط حکم شرعی با چی داشته باشه؟ حجت داشته باشه. پس هر دو دارن به دنبال تحصیل حجه علی الحکم شرعی هستن. پس اختلافشون در چه می باشد؟ پاسخ: مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف تنقیح می‌فرمایند نزاع بین این دو لفظی است. نزاع بین این دو لفظی است، چون آنها نیز مجتهد هستند، ما نیز مجتهد هستیم. ما به اخبار عمل میکنیم، اونها نیز به اخبار عمل میکنن. اما با کمال و نهایت احترام به محضر حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، برداشت ما این است که نه، نزاع بین اخباری و اصولی لفظی نیست، نزاع واقعی و معنوی است. چون اخباری ها اجتهادی که اصولی ها معتقدند، خوب عنایت کنید آقایون، اجتهادی که اصولی ها معتقدند، حتی طبق تعریف آخوند خراسانی را یک نوع بدعت می‌دانند. بله،
اونا اصلا میگن مجتهد اصولی غیر از مجتهد چیه؟ اخباری است. چرا؟ چراش مهمه یادداشت بفرمایید. زیرا حجت اصولی ها اعم از حجت اخباری هاست. آقای فیاض میگیری مطلب رو؟ بله، هر دو در ظاهر میگیم اجتهاد یعنی چی؟ تحصیل الحجت علی الحکمش شرعی. او هم همین سینه رو میزنه، اجتهاد تحصیل الحجت علی الحکمش شرعی. اصولی هم میگه اجتهاد یعنی تحصیل الحجت علی الحکمش شرعی. خب بنویسید. اما اصولی حجت بر حکم شرعی را اعم از نقلی و عقلی میدانند، در حالی که اخباری تبعیت از عقلی، حجت عقلی را حجت نمیدانند. و حجت را منحصر در نقل میدانند. مثلا مرحوم استرابادی که از رؤسای چیه؟ عضلات اخباری است، فقط اخبار وارد از معصوم را حجت شرعی می‌داند. روایات کتب اربعه را هم قطعی می‌داند و لذا نیازی به حجت عقلی ندارد. پس اختلاف بین این دو اختلاف حقیقی و مبنایی است، نه لفظی. خب عنایت کنید، میگه آقا اصلا ما نیاز به اون حجت اصولی نداریم که عقل باشه. اصلا عقل چی کار است؟ ان الدین لا یصاب بالعقول. دین خدا رو شما با این عقل ناقص نمیتونید به دست بیارید. عنایت فرمودید. پس دین خدا چجور یصاب؟ به سنت. میگم سنت کجا؟ میگه کتب اربعه. ببین متورم کردن سنت ببین چجور میشه. میگه هر حکم شرعی شما بخواید در کتب اربعه هست. بابا اخبار آبن، عقل، تیمم با وجود آب اصلا نیازی به تیمم نداریم. این کتب اربعه یه صیاد میخواد صید بکنه، بله، تمام احکام شرعی در این کتب اربعه هست. بعد این کتب اربعه حجتن، قطعی الصدور هستند باشن. عنایت فرمودید. لذا ما اصلا نیازی به بحث اصولی نداریم. حالا در جای خودش ادله مختلفی آورده شده از روی اصولی ها برای رد نظره اخباری ها که ما موارد مسلمی داریم، موارد مسلمی داریم که در اون موارد هیچ روایتی ما در کتب اربعه نداریم. دقت فرمودید؟ اینجا چه کار بکنیم؟ بگیم حکم شرعی نداریم؟ این که محدودیت ایجاد میکنه مراتب که در این گونه مباحث. ثانیا بسیاری از این روایاتی که در کتب اربعه شما میگین قطعیه،
یا ما قطع به بطلان سندش داریم یا قطع به بطلان دلالتش داریم. بسیاری از این روایات کاربردی نیستن. این که شما مدعی میکنید همه نیاز ما در کتب اربعه است، نه، نیازهایی هست که در این کتب وجود نداره. ولی حالا ما در صدد رد نظریه اخباری نیستیم، فقط می‌خواستیم بگیم نه، این اختلاف بین اخباری و اصولی یک نزاع لفظی بفرمایید نیست. میگیم اونا هم دنبال تحصیل حجت شرعی هستن، ما هم دنبال تحصیل حجت شرعی هستیم. منتها اونا میگن از اخبار، میگیم خب ایها الاخباری، ما میگیم اخبار، شما میگید اخبار، پس نزاع میشه نزاع لفظی. میگیم نخیر، واقعا در حجت شرعی به نام عقل اخباری ها به صراحت میگه ما این حجت رو قبول نداریم، اما اصولی چطور؟ این حجت رو به عنوان حجت شرعی میپذیرند. درست شد؟ پس بنابراین اخباری و اصولی هر دو قائلن به اجتهاد، منتها اختلافشون در توسعه و ضیقه. درست شد؟ به نحو اعم و اخصه. اونها اجتهاد رایی که تحصیل الحجه باشه منحصر در نقل میدادن، اما اصولی اعم از عقل و نقل میداند. درست شد؟ پس بنابراین با هم یه اشتراک دارن که هر دو میگن اجتهاد یعنی تحصیل الحجه. اختلاف دارن، اونا دائره حجت رو مضیق میکنن، منحصر میکنن در کتاب و سنت، اما اصولی میگه نه خیر. اصولی میگه نه، تحصیل الحجه اعم از این که کتاب باشه، سنت باشه، عقل باشه یا اجماع بوده باشه. درست شد؟ البته این در صورتی است که ما ادله رو منحصر در این چهارتا بدانیم. برخی از اصولی متأخر میگن که اصلا نخیر، ما نیاز به تحصیل الحجه علی الحکمش شرعی داریم و حجه منحصر در این چهارتا نیست، میتواند چیزای دیگر بوده باشد اگر یافت بشه. اینم یک نکته‌ای که لازم بود خدمتتون بس. اما آخرین سوال رو مطرح بکنیم که بحث اصولی رو هم این جلسه تمام بکنیم. اینم سوال مهمه. آیا علم اصول فقط اصول فقه هست یا علم اصول علم عام اجتهاد است؟ به تعبیر دوم که آقای فیاض بهش بچسبه، به تعبیر دوم، آیا علم اصول فقط، من تو این جمله بعد از فقط رو خوب بنویسید، آیا علم اصول فقط منطق کافی برای فقه است یا برای تمام علوم اسلامی به عنوان منطق کافی استفاده می شود؟ بفرمایید. به چه دلیل؟ ابزار است، اما هر ابزاری آچار شماره 4 ابزاره، اما این فقط به مهره 4 میخوره، به مهره 3 نمیخوره، به مهره 5 هم نمیخوره. و شما میگه هر چیز ابزاره، بس هر کجا به درد میخوره؟ هر چیز رو که هر کجا نمیتونی جا بندازی. در تفسیر هم به درد میخوره. کجا چی جور نقشه داره؟ مثلا همین عام و خاص، مطلق و مقید، خب اینا در تفسیر هم به درد. به چه دلیل؟
طرفدار علم اصول برای فقه میگه مؤسس علم اصول اینا رو برای کجا وضع کرده؟ برای اصول، برای فقه وضع کرده. مثلا خب ببین جواب علمی میخوام بدم. یک مقدمه یادداشت کنید، این مقدمه کمکتون میکنه. بله مثل آقای زیشان میگه چون علم اصول ابزار است، هر ابزاری در هر کجا به درد میخورد، پس علم اصول هم بس همه جا به درد میخورد. چیزی که برای استنباط میشه، استنباط حکم شرعی میشه فقه، پس میشه منحصر در حکم شرعی. نه این معیار میخوام بدیم، معیار خیلی کمکتون میکنه. جواب: معیار نیاز به یک دانش و معیار دخالت یک دانش در دانش‌های دیگر به چیست؟ بله؟ درست شده؟ به چه معیار شما میگین این دانش به درد فقط این دانش میخورد لاغه، یا این دانش نه علاوه بر اینکه به درد دانش الف میخوره دانش ب و جیم هم میخوره؟ معیار چیه؟ درست شد؟ یادداشت بفرمایید. ملاک و معیار آن است که هر علمی که خوب عنایت کنید، هر علمی که به عنوان منطق فهم، روی منطق فهم یه خطی بکشید، به عنوان منطق فهم نقشی در سایر علوم داشته باشد، نقش انحصاری نیست. ولی اگر یک علم فقط نقش منطق فهم در یک علم را داشته باشد، اون دانش اول ابزاری منحصر است. درست شد؟ میگه اگر میخوای بدونی این دانش ابزاری خاص است یا عامه، نگاه بکن به نقش آفرینیش. نقشش چیه؟ منطق فهم. یعنی این علم یه منطقی است، یه معیاری است برای ما، برای فهم اون دانش دیگر. اگر این علم ابزاری منطق فهمش عام باشد، پس او هم ابزاری چیه؟ عمومه. اما اگر منطق فهمش منحصر در یک علم باشد، پس معلوم این ابزار انحصاری می باشد. مثلا الان مثال میذارم به شما، رجال علم ابزاری هست یا نیست؟ خاصه یا عامه؟ چرا؟ فقط به درد روایت میخوره. شما از علم رجال در قرآن استفاده نمی کنید. گرفتی معیارتون چه عرض میکنم؟ نگاه بکن به منطق فهم این علم ابزاری. منطق فهمش خصوصیه یا منطق فهمش عمومی باشد؟ حالا جواب میخوریم با توجه به این که مسائل علم اصول میتواند منطق فهم باشد برای علوم اسلامی اعم از اعتقادات، اخلاق و احکام. پس بنابراین علم اصول به عنوان منطق فهم
اختصاص به فقه های فیاض بگو ندارد. بله ما از قواعد اصولی در تفسیر قرآن هم استفاده میکنیم، از قواعد اصولی بفرمایید تو اعتقادات هم استفاده میکنیم، از قواعد اصولی در اخلاق هم میتونیم استفاده بکنیم. چون علم اصول دوستان این تعبیر قشنگی که بزرگان من امروز دیدم مرحوم شهید صدر رضوان الله میگه علم اصول منطق فهم دین است، منطق فهم دینه. انشاءالله فردا عرض میکنیم علم منطق را که میگن منطق این نحوه استدلال کردن رو به آدم میآموزن، اما کجا استدلال بکنی کار نداره. پس علم منطق را منطق گفتن چون ابزاری است که ما را در مسیر درست فکر کردن قرار میده. علم اصولم منطق درست استنباط کردن رو به آدم میآموزه. حالا این استنباطت میخواد در اعتقادات باشه، در احکام باشه یا در اخلاق بوده باشه. پس علم اصولی علم با ارزشیه، یعنی کسی که مسلط بر قواعد اصولی باشه در اعتقادات هم ازش استفاده میکنه، در اخلاق هم ازش استفاده میکنه. عنایت فرمودید؟ خب مثلا در اخلاق انفاق بکنیم یا نکنیم باشه، مثلا موضوع میشه مال، درست شد؟ خب یک سری مثلا میگن اگر نه، میگه زن و بچه با این مال را در حد برای عیال خرج کن، الکات فی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله. اما از اون طرف آیات و روایاتی داریم که در رابطه با عیسی رو چیه؟ انفاق دارد، اینقدر ما را تشویق میکنه. چیکار کنیم بین این ادله؟ اخلاقی است یا نیست؟ اخلاقی است دیگه. قاعده اصولی میگه بین ادله الکات لعیال کالمجاهد فی سبیل الله با اونها هیچ گونه تضادی نداره. بیا بین این ادله چا کن؟ جمع کن. بعد اول اینو که داری برای خانواده خرج بکن، اما در کنار خانواده انفاق در حق دیگران هم داشته باشه. این تو مباحث اخلاقی هم میتونه از قواعد اصولی استفاده بکنه. خود این اصولی هم مثلا چی؟ انفاق چی اصولی؟ اخلاقی مثلا انفاق یه فضیلت اخلاقیه، حکم شرعی که نیست که. دقت کردید؟ یه فضیلت اخلاقیه، اما حکمش از کجا به دست میاری؟ قواعد اصولی به دست میاری. خب هذا تمام الکلام. متشکریم. بین این دو دلیل جمع عرفی نمیشه، یعنی چون که مثلا ما روایت دیگه داریم امام زینور علیه السلام یعنی 3 بار تمام دارایی را در راه خدا انفاق کرده. و چجوری بین این 3 دلیل با هم جمع بکنیم که تضاد نداشته باشه؟ باز قواعد اصولی تعادل و تراجی برای کجاست؟ بله. خب دیگه ما میخوام بگیم که از کل قواعد اصولی استفاده میکنه. الاهم فالاهم. کدام خدمت قاعده اصولی و روایات و آیات میگه زن و بچه تو مضیقه باشه شما همه اموال رو چا کنید؟ بله امام حسن همه اموال رو داد، میدونست که روز دیگر و هفته دیگر دوباره مال رو به دست میاره. اما من و شما میتونیم این کارو بکنیم؟ از میشود که اینها رو ما باید طبق قواعد جمع کنیم. غرض میخوام بگم انفاق، ایثار، امساک، نگهداری، همه اینا رذائل و فضائل چی هستند؟ اخلاقی هستند. آیا از قواعد اصولی میتونیم در امور اخلاقی استفاده کنیم یا نه؟ ما عرضمون که میتونیم. پس علم اصول کاربردش فقط تو فقه نیست، تو اعتقادات هم میتونیم استفاده کنیم، تو اخلاق هم میتونیم استفاده کنیم. تم الکلام در مباحث اصولی که به عنوان علمی از علوم معده هست برای استنباط حکم شرعی. چند تا سوال بکنن جوابشو میگیریم.
آیا علم اصول از معدات اجتهاد هست یا نیست؟ بله؟ قطعا هست. 2. آیا علم اصول مختص به فقه است؟ خیر، نه. دقت کردید؟ علم اصول همون گونه به درد فقه میخوره، به درد عقاید و اخلاق هم میخوره. فردا انشاءالله علم چهارم از علومی که جزء معدات اجتهاد است در جایی که منبع کتاب و سنت می باشه می‌برداریم که علم شریف منطق می باشد به حول قوه الهی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید